خلاص بچه مادم واره گپ بزن. باور که از موتر پایان میشون در داخل موتر تنها میمون. نکن مزاق خود نما. بسیار خوب. حالا پایت سر کلج بان. آفرین. این چوکی موتر اجرا حد نیست. آیسته آیسته چوکی رو مشکنونی. بسیار خوب. آفرین. نه که موتر روشن میشه تو هیجانی میشی. یک دفعه مرا نکشی. کلچ فشار بده. امیره میگی؟ ایره اون طرف بگی. امیره بگی. امیره فشار بده. ده یک بنداز. این برکه پایین کو. بسم الله. حالا حرکت کن. آیسته آیسته. دیگه. بچه ما آیسته بچه محمد هستی تو. آیسته کجا را بانستی؟ بچه چرا مستقیم نمیری که کجا بانستی؟ فکرم کار نمیکنه. خود تو گفتی سرنگا بگی ما هم گرفتم نگه. بچه لوده خونی است. چرا فکرت کار نمیته؟ تو برای مستقیم ماندی طرف کجا بانستی؟ دوباره دگیر بنداز. دگیر یک بنداز. اشترنگ چیز کو. بله این برکه پایین کو. خودت پایین کو. حالا زوف نکنم. گناه آیسته برو. مستقیم برو. آیسته بچه خدا جانت نگیره. تو چی میکنی؟ میکشیم. خب وقت کج میرم فکر میکنم راست میرم. وقتی که راست میرم فکر میکنم کج میرم. بسیار وار خطا هستم به خدا. باور کو تو را ناق دیوانه نمیگن. تو واقعا دیوانه هستی. مرا دیوانه نگو بروتی. بیادر تو چه قسم انسان هستی؟ اگه دیوانه نباشی آدم هم قسم درک میکنه. نه نمیکنه. من نمیفهمم. فکرم کار نمیکنه. وقتی کج میرم فکر میکنم راست میرم. وقتی که راست میرم فکر میکنم کج میرم. تو بیخی آدم سرچپ هستی بچه. یکم سرچپ هستم. وقتی سرچپ هستی برو در لیورز بنداز. اله دیگه. لیورز بریم. در لیورز گیر لیورز بنداز. درست است میریم. مستقیم پشت سر ببر گیر لیورز. دیوانه را بیبی مستقیم رفتن نمیتونه ریورس میره. من دیوانه نیستم. بیبی چه لایق هستم. بس از همه کافیس کجا میری؟ درست شد باید پیشروی بریم. چی میکنه؟ کس آمد؟ نه واده عقب نیست. بچه پیشروی برو اونجا عقب است. آیسته راست میگی به خدا. بچه کم آیسته. ای خدا نگیره. بسیار محکم زدی. نه قدر محکم نخون. توبه شما چی میکنین؟ نمیبینین که از پشت سر موتر میایه؟ یک دقیقه خانم محترم. کسی که از عقب زده او تو هستی. 90% گناهکار تو هستی. کوشش نکن گناه را تنها پرتی ها. تو احمق هستی چیستی؟ ما مستقیم در روان بودم تو لیورز آمدی مرا زدی. تو قواره را ببین. این موتر ما را بیخی خراب کردی به خدا. حال یادم آمد. تو میخوای کل تاوان سرما پرتی ها؟ کل تاوان سرما پرتی. نه قسم نمیشه نخواهو ببید. راستش حال من باید پلیس بخوایم اما این کار نمیکنم. به خاطر که کار دارم. نمیخوایم با شما هر دو دعوا کنم. هر چی میکنین بکنه. این یک تارا سایکو تو. بچه موربان توی را بیبی پمپر موتر بخی از کار رفت. آیسته. وای مادر. توبه سایز برو دیگه خود نما. توی خواره را سایکو. همه رقب میزنم فرار میکنه به خدا. توبه. چو باش احمق. آدم لوده کم بود ما را بکشی. مثل تو یک جانور نباید پشت جلو موتر بشینه. تو شادی هستی چی هستی؟ اینجا را ببین. کل جای موتر خطا خورد. شکر که من موتر خودم آورده بودم اگر نه چی میشد. خدایا چه قسم نادیدار موتر میشد. قربان حکمت شما. درست سال صدیقم گفته بودم موسشو. بستش میکنیم. تو بکردیم خدایا. من چرا قبول کردم که از خاطر 100 لیره جناور دریوری یاد بتم. حداقل باید از پیشت ساعت 500 لیره میگرفتم. باز بسیار خوب خراب بودی. تو را چی به دریوری؟ چو باش کدمی دمی دانت میزنم. چطور است این دخترها؟ وزیده نصف شما از ما میشینی. ببینین خوب از نزدیک ببینین که صاحبتانو بشناسین. یوسف جان بیادر مقبولم بسیار میبخشی. زیاد خب منتظر نموندی؟ نه بیادر نه مام تو را بسیار جای دور خواستم میبخشی. والا بسیار میبخشی. خواهش میکنم هیچ گپ نیست. دویده به خوشی اینجا آمدم. به تو کم چای بیارم بیادر. اما میفهمی ما در طویله تنها شیر پیدا میکنیم. وام خام است. نه جانم فکر کو که نوشیدم. زنده باشی. تو چی میگی؟ ببین مزاق کردم. ببین از مسیر رو 2 دانه نوشابه گازدار آوردم. بیا که با هم بنوشیم. بیا خیام اینجا میشی. بیا اینجا میشی. بنوشیم و با هم دیگه شیرین گپ بزنیم. زنده باشی. نوش جانت بخور. نوش جانت.
خب یوسف جان زیاد وقتت نمیگیرم. بسیار وقت است که با خود فکر کردم میرم. اصلا بسیار وقت میشه که ما ده حق کاموران بسیار ناانصافی کردیم یوسف. میفهمم تو هم از من خفه هستی، اما دل من بسیار میسوزه. تنها از منی، دو هم دلش میسوزه. ما میگیم که یوسف، میگیم آیا کاموران و جمال یک بار دیگه سر میز نکاح نشونیم بیادر؟ تو چی میگه؟ نظر تو چی است؟ میشه، خوب میشه. حالا ما بسیار سر و صدا کردم، سرت گپ زدم، اما فکر میکنم بهترین کارم است هم با جمال و هم با کاموران. یعنی تو قبول داری؟ چطور قبول نکنم؟ میشه. بیازو از جمال شعر تو که داماد مناسب تر با کاموران کی پیدا میشه ها؟ نمیشه. اما یک چیز است که من درست نفهمیدم. خب این جمال تو ده ای کار چی میگه؟ به ما قسم معلوم میشه که با آسانی قبول نمی